از خدا هیچ وقت نخواستیم که من بدونی از شما در جایی برم شما را در معرکه بگذارم و خودم جان خود نجات بدم. نه ایر از خدا نخواستیم، خواستیم که در کنار شما خونیم اینجا بریزه، در بین شما کشته شد و در خارج از کنار شما هیچ زندگی برای ارزشی ندارد. ما یک مردم سرفرازی است که با برادری با همه ملیت ها میخواهیم با برادری زندگی بکنم. یه افغان باشم، تاجیک باشم، ازبک باشم، همه برادرم، حقوق مساوی میخواهیم. برای مردم ما حق میخواهیم و میخواهیم در تصمیم گیری شریک باشیم. هر کس تو این مملکت خیانت بکنه باید سرش بگیریم. رای حق در افغانستان تمام شد و کسی نمیتوانه کسی را، ملت را، احزاب را و حزب را و مذهب را حق بکنه. یک راستای تفاهم و پذیرشی هم بگم. من میگم هر کس برای نفاق و دشمنی ملت ها حرف بزنه خائن ملی افغانستان. ما معتقد هستیم در اینجا مسئله افغانستان وقتی حل میشه که مردم و احزاب هم دیگر را تحمل بکنند، در صدد حد یکدیگر نباشد. با همه این مسائل ما اثبات کردیم که نمیخواهیم جنگ های حل باشه. این به این معنا نیست که امروز ازبک و پشتون و هزاره علیه تاجیک موضع بگیرن. تاجیک برادر ما این افتخار داریم و حق داریم در اینجا افتخار بکنیم که وحدت ملی را ما با وجود آورد. ما این مسئله را به نفع جامعه افغانستان و به نفع جامعه تشیع نمیدانم که اینجا مطرح شود به نام هزاره، سید، قزلباش، بلوچ، تاجیک. این مسئله در داخل جامعه تشیع هر کس این مسئله را دامن میزنم، یقین دارم و اعلان میکنم که مزدور بیگانه است. این موضوع ماست. از اینه که در تاریخ نسل آینده ما این حوادث منعکس باشد تا نسل‌های مردم ما در آینده از شرایط سختی که شما مردم تحمل کردین آگاهی پیدا کنند. شما این را باید در خاطر داشته باشین که تاریخ بعد از محرومیت های زیاد، بعد از رنج های زیاد، یک بار چانس برای مردم داده میشه که سرنوشت خودشان تعیین بکنن. این چانس الان برای شما داده شد.